سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها: ادامه حملات هوایی افغانستان در قلب پاکستان، گفتگوی تلفنی مولوی امیرخان متقی با وزیر خارجه چین در مورد وضعیت منطقه و انتقاد خلیلزاد از رفتار غیر مسئولانه دولت مرکزی پاکستان. امروز شنبه 23 ماه هوت سال 1404 خورشیدی در ادامه مشروع خبرها: وزارت دفاع ملی میگوید که در ادامه عملیات‌های انتقامی رد ظلم نیروهای هوایی، یک مرکز مهم رژیم نظامی پاکستان به نام حمزه را در منطقه فیض‌آباد اسلام آباد هدف قرار دادند. به گفته این وزارت، در حملات یاد شده قماندانی این مرکز مهم و دیگر تأسیسات حیاتی دشمن به طور دقیق توسط طیاره‌های بدون سرنشین هدف قرار گرفته و در نتیجه آن تلفات سنگین جانی و خسارات مالی به نیروهای دشمن وارد شده است. در این حال مقامات پاکستانی میگوید که 2 طیاره بدون سرنشین یا درون از افغانستان بر فراز منطقه فیض‌آباد میان شهرهای اسلام آباد و راولپندی در حال پرواز دیده شده است. این مقام ها افزوده که به دلیل حضور این درون ها حریم هوایی و میدان بین المللی اسلام آباد بسته شده است. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با وانگ یی وزیر امور خارجه چین گفتگوی تلفنی انجام داد. در این تماس تلفنی دو طرف درباره گسترش روابط دوجانبه میان افغانستان و چین، وضعیت امنیتی منطقه و تحولات جاری منطقه گفتگو کردند. مولوی امیرخان متقی با تاکید بر سیاست خارجی اقتصاد محور امارت اسلامی افغانستان گفته که خواهان روابط مبتنی بر اعتماد، احترام متقابل و همکاری‌های اقتصادی با کشورهای منطقه است و حل تنش‌ها را از راه گفتگو و دیپلماسی ممکن می‌داند. و این همچنان دیدگاه امارت اسلامی افغانستان را در مورد حملات اخیر رژیم نظامی پاکستان بر حاکمیت ملی افغانستان شریک ساخته و تاکید کرده که افغانستان از حق مشروع دفاع از مردم و تمامیت ارضی خود برخوردار است، اما از راه سیاسی برای کاهش تنش‌ها حمایت می‌کند. ملا محمد یونس آخوندزاده وزیر آب و انرژی در سفرش به ولایت پکتیکا از جریان کار بند پالتونی در این ولایت بازدید کرد. وزارت آب و انرژی میگوید که هزینه ساخت این بند 851 میلیون افغانی می باشد که از بودجه انکشافی این وزارت تامین می شود. این وزارت افزوده که بند پالتونی ظرفیت ذخیره حدود 25 میلیون متر مکعب آب را دارد که با تکمیل شدن آن 2500 هکتار زمین زراعتی تحت آبیاری قرار گرفته و زمینه تولید 935 کیلووات برق نیز فراهم خواهد شد. و در خیرزلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان با اشاره به تجاوز اخیر رژیم نظامی پاکستان بر افغانستان و ضمن محکوم کردن آن گفت که این اقدام غیر قابل قبول و زیانبار است. آقای خلیلزاد هشدار داده که اسلام آباد باید فوراً از شدت تنش‌ها بکاهد و به گفتگو روی آورد، در غیر آن با پاسخ افغان‌ها مواجه خواهد شد. نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان همچنان افزود آیا نهادهای حاکم در اسلام آباد توانایی دارند پاکستان را به گونه مسئولانه رهبری کنند یا نه؟ جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال نمایید.